دوستان، من الان میخوام برای شما یک مثالی حل بکنم که این مثال به این صورت هست که ما یه لودی داریم 50 امپ نیاز داره که ساپلای میشه از سورسی که 480 ولت در محل سورسش هست و استفاده شده از کنداکتور سایز نمبر 3 AWG کاپر. الان میخوایم محاسبه بکنیم حد اکثر طول کنداکتوری که میتونیم داشته باشیم که مطمئن بشیم که ولتاژ دراپ ما بیش از 3% نخواهد شد. این مقدار طول رو الان میخوایم به دست بیاریم. خب من اگر میخوام اینو براتون توضیح بدم، این در حقیقت به این صورت هست که شما یک ساپلای دارید که در محل ساپلایتون 480 ولت هست از طریق یک کنداکتور سایز نمبر 3 کاپر وصل میشه به یک لودی که این بر اساس این طولی که ما داریم قطعا یه افت ولتاژی در محل لودمون خواهیم داشت و این لود ما 50 امپ در حقیقت نیاز داره، یعنی این کنداکتوری که اینجا هست قرار 50 امپ رو کریان کنه. حالا چیزی رو که از ما خواسته میگه که حد اکثر طول این کنداکتور باید چقدر باشد تا در محل لود افت ولتاژ ما بیش از 3% نشود. خب خب به خاطر اینکه این قسمت رو برای شما توضیح بدیم، الان بریم به سمت این فرمولایی که به ما دادن. این فرمولایی که به ما دادن همونطور که می‌بینید ولتاژ دراپ در ویدیو قبلی براتون توضیح دادیم که از طریق این فرمول به دست میاد. این فرمول خب اگر بخوایم ار رو به دست بیاریم خودش اومده معادلش رو اینجا داده. برای به دست آوردن L باید از این فرمول استفاده کنیم که اجزای این فرمول رو من قبلا براتون توضیح دادم و فقط الان میخوام عدد گذاری بکنم تا این طول رو به دست بیارم. خب برای پیدا کردن مقدار L ما باید مقادیر رو تو این فرمول بذاریم. بریم که چه کار باید بکنیم. برای اینکه مقدار VAD رو بخوایم پیدا بکنیم، این VAD در حقیقت گفتیم مقدار افت ولتاژ هست. مقدار افت ولتاژ حد اکثر در طول خطمون 3% هست. پس ما باید اون 480 ولت رو ضرب در اون 3% کنیم یا 300 که این مقدار رو اگر با ماشین حساب بزنیم میشه 14 ولت. یعنی ما در طول مسیرمون بیش از 14 ولت نباید افت ولتاژ داشته باشیم. مقدار 1000 هم که قبلا براتون توضیح دادیم، عدد ثابته، اینم در فرمول قرار میدیم. آی رو که میخوایم به دست بیاریم، آی در حقیقت اون بار لودمون هست که این بالا تو صورت مسئله به ما داده و میریم تو صورت مسئله به دست میاریم و اونم در فرمول قرار میدیم. برای پیدا کردن کار که اون ضریب کار رو میخوایم به دست بیاریم باید ما بریم توی جدول و توی اون جدول به شما نشون بدیم که کار رو چگونه میخوایم به دست بیاریم. خب همونطور که جدول کار رو قبلا برای شما توضیح دادیم، گفتیم که این چیز اضافی رو صفحه پاک کنم.
همونطور که بهتون گفتیم اون مقدار کا با توجه به اینکه جنس کاپر باشه یا آلومینیوم باشه و پاور فاکتور چقدر داشته باشیم رو باید بریم ضریب کار رو به دست بیاریم. و همونطور که توی جدول میبینید برای کابل هایی که توی رسوی باشن یا به صورت کابل باشن، برای کاپر ما ستون جدا داریم. چون که توی صورت مسئله ما هیچ اشاره به میزان پاور فاکتور نشده، ما پاور فاکتور رو 100 میگیریم. بنابراین اون مقدار رو که برای کا باید توی این جدول قرار بدیم، عملاً برای سایز 3 میشه 0.792. ما باید این عدد رو به عنوان ضریب کا توی فرمولمون قرار بدیم. برای سایز 3 همونطور که ملاحظه می‌فرمایید ضریب کا شده 0.792. و برای پیدا کردن ضریب F باید به دومین جدول مراجعه کنیم. توی این جدول مقادیر F رو به ما داده که توی این ستون هست، همونجور که می‌بینید value of the drop factor. این هم یه ضریبی از ضرایب ولتاژ دراپ هست. همونطور که می‌بینید برای مدارات DC ضریبش 2، برای مدارات تکفاز یا موتورهای تکفاز، حالا هر جور باشه، هر لودی باشه، این ضریبش 2 هست. برای سه‌فاز به جز اینکه تری وایر و لاین تو لاین ولتاژ داشته باشه و ما گرند کانداکتور نداشته باشیم، یا فور وایری باشه که لاین تو لاین ولتاژ داشته باشیم و گرند کانداکتور داشته باشیم که ضریبشون 1.73 است، به جز این دو مورد بقیه موارد همه ضریبشون 2. و چون که باز توی این صورت مسئله برای ما هیچ مقداری رو نداده، یعنی فقط در حقیقت گفته که 480 ولت هست، دیفالت این فرمول هم ضریب 2 میشه. ما فقط این دو حالت استثناء رو داریم دیگه. در غیر این صورت، اگر توی صورت مسئله به نوع مدارتون اشاره نشده بود، شما دیفالت رو باید 2 بگیرید. خب بریم این مقدار رو توی فرمولمون بذاریم و ببینیم که نتیجهش چی میشه. خب اگر بیایم در جدولمون، در این فرمولمون عدد گذاری بکنیم طبق اون مقادیری که توی جدول بود و توی صورت مسئله به ما داده، VD رو قرار شد طبق محاسبه‌ای که داشتیم 14.14 هم بگیریم. جریان رو که در صورت مسئله اینجا به ما داده، اینم 50، عدد 50 رو بذاریم. ضریب کا هم که تو جدول به دست آوردیم و ضریب F هم که میشه عدد 2. و ببینیم که حالا نتیجه L چی میشه. L مساویس با، من اگر بخوام با ماشین حساب براتون حساب بکنم، میشه 14.14 ضرب در 1000 تقسیم بر I K و F که مساویس میشه با 181 متر. یعنی اینکه این چه معنی الان داره؟ این معنیش این است که اگر شما طول کابلتون 181 متر باشد، شما اون 3% افت ولتاژ رو دارید. و چون که این گفته نباید اگزیت بکنه، عملا باید طول کانداکتور شما
181 متر یا کمتر باشد. برای همین اینجا علامت 181 در واقع ال رو گفته کوچکتر مساوی، به همین دلیله، چون که شما طول کابلتون باید 181 متر یا کمتر باشد تا افت ولتاژ شما بیش از 3% نباشه. خب من میخوام تو ویدیوهای دیگه براتون باز از این محاسبات بذارم، از این مثالا بذارم، تمرین‌ها رو به صورت‌های مختلف حل بکنم. حالا اینجا ار رو به دست آوردیم، تو یه جای دیگه میخوام که کنداکتور سایز رو ببینیم به چه صورت هست. بعضی وقتا صورت مسئله رو به این صورت میدن که تور رو به شما میدن، حالا میگن کنداکتور سایز رو پیدا کن. الان شما اینجا داشتید کنداکتور سایز تریه، ولی توی مسئله دیگه ممکنه تور رو به شما بدن، بگن خب حالا کنداکتور سایز رو برای ما حساب بکنید. اینا رو هم تو مثال های بعدی بهتون میگم، حتما اینا رو ببینید تو ویدیوهای بعدی. در ضمن سابسکرایب یادتون نره. سابسکرایب برای این خوبه که اگر من چیز جدیدی براتون میفرستم شما بتونید این ویدیوها رو داشته باشید. ضمن اینکه حتما لایک هم بکنید. میدونید که ما برای ساختن ویدیوها وقت میذاریم و به خاطر اینکه بتونیم این کار رو ادامه داشته باشیم، لایک شما میتونه کمک بکنه که ما ویدیوهای بیشتری رو برای شما ترتیب بدیم.